در بالای مخلوقات پروردگار سخن میکنیم، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مجموع فتاوا میگویند که یگان در مجموع الفتاوا و صاحب شرح عقیده طحاوی ابن ابی العز حنفی که از عالمان بزرگ مذهب امام اعظم رحمت الله علیه حساب میشن. بسیار مسائل هایی که ذکر کردیم از کتاب همان کس گرفتیم که بسیار در مذهب امام اعظم پیش قدم ترین انسان هستند. و این چنین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که در بین صفات های پروردگار بسیار است. الله تعالی رزق میدهد، الله تعالی نبوده را پیدا کرد، لیکن از همه ظاهرترین و بزرگترین صفت پروردگار صفت خلق است. گفتن خلق، آفریدگاریش، که از همه بزرگترین صفت پروردگار این صفت آفریدگاریش. اولین آیتی که الله تعالی به پیغمبر نازل کرد گفت که اقرا، بخوان، گفت بسم ربک الذی خلق، به نام آن پروردگارت که خلق کرد، همه چیز خلق کرد. ما درباره عرش سخن کردیم، گفتیم که عرش چندین میلیاردها بار از آسمان ها بزرگ است. گفتیم الله تعالی میگه که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، خلق آسمان و زمین از خلق انسان بزرگ است. میگه الله تعالی انسان هم آفرید، همین دانه گندم و از گندم خردترین دانه های الله تعالی آفرید. ما اگر همه جمع شویم انس و جن یک مخلوق یک دانه آفریده نمیتوانیم که وی با قدرت پروردگار بعد کشت به زمین با امر خدا وی میکفد. فالق الحب و النوى، الله تعالی کفاننده دانه ها و دانک ها است. از بین همون یک دانه خرد یک رستنی های عجایب، میوه های رنگارنگ و با لذت میبراید، میوه هایی که مزه های آنها گوناگون، رنگ های آن گوناگون. این فقط پروردگار عالم قدرت است، این قادر است. معده ترین مخلوق بزرگ. درباره زنبوری اصلا ما سخن کرده بودیم، درباره مورچه خدا یک سوره درباره مورچه مون، یک سوره درباره زنبوری اصل. همه مخلوقات بزرگ هم خردم الله تعالی خودش آفرید. بنابراین در یکی از آیات های قرآن میگوید که سوال داده افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا آن ذاتی که خلق کرده میتواند مانند آن ذاتی که خلق کرده نمیتواند؟ یعنی آن ذاتی که آفریدگار است، پروردگار است، خلق میکند، نخواد ما بعضی مخلوقاتی که خودش آفریده شده است با اون پروردگار برابر. آیا هیچی نه آفریده است، هیچی پیدا نکرده است، الله تعالی همه چیز آفریده است. بنابراین الله تعالی میگه که آیا آن چیز آن مخلوقی که هیچی نه آفریده است پروردگاری که همه چیز آفریده است برابر می؟ هرگز برابر نه. الله تعالی میگه که هذا خلق الله، این از خلق خدا، این یک مخلوق خدا. فارونی ماذا خلق الذین من دونه، به من نشان دهید چی غیر الله تعالی دیگر خداهایی که شما به خود خدا گرفتید چه آفریدند. این خلق خداست. کنی دیگر خداهایی که شما عبادت میکنید و چه آفریدند، کنی به من گویید نه آفریدند دیگر هیچ کس غیر الله عزوجل. البته که و ما قدر الله حق قدره، مردم حقیقی قدر خداوند بزرگ ندانست. این بعضی مخلوقات خدا، این بعضی مخلوقات الله عزوجل است، اما الله عزوجل خودش خالق تمام مخلوقات است.